سلام بچه ها، خوش اومدین به یک ویدیوی جدید از مپ پویزن اندرویدمون. خب دکمه رو بزن استارت کن. دارم میگیرم. دکمه رو بزن استارت کن. 1 2 بچه یکی تو جلو چشم بگیرم. 3 دوباره باید بزنی. بعد دابل کلیک شه. خب یه بنده خدایی. ها؟ بپلی. خب این صندوق توش چیه؟ توش موزی. خب بچه ها نگاه کنین همه. بابا وایسا بیاین نقب شما دو تا اسکور. عجب خرایین. نگاه کنین همه دنبال من بیاین. زدیم روی مود سختش میخوایم جر بخوریم. بیاین بریم. یا خدا بچه ها ها من داشتم ویدیو دیدم گوشن شدم. بچه ها خونه ها رو بگردین ببینیم غذا میتونیم پیدا کنین یا نه. نمیخوام رو خودم. سروش مدیر سروش رئیس منم نازنینم. خب حواستون فقط باشه که دارین چیکار میکنین. به حرف اول من بعدش حواستون به حرف سبا باشه. بچه جلوترمون تلس همگی دنبالم بیاین. من بودم. این تله نیست این یه داداشی میخواد فقط زهرمون رو بتره کنه. بابا تله نیستن اینا، زهرمون رو میتره کنن فقط. بچه ها اینجا کشتار دست جمعی انجام میدادن. بچه ها پشت سر سروش من بیاین لطفا. خب کاری راهمون نه یه راه دیگه هم بود. همینه. آره تو خونه ها رو بگردیم. اون طرف دارم یه چیزایی میبینم. خب بچه ها بیاین عقب. بچه ها این طرف پیدا کردم. ای بچه ها فکر کنم بتونیم غذامون رو اینجا بپزیم. ببینم تو فراز اوغال هست. آره میتونیم غذامون رو بپزیم. بچه ها بیاین بریم پایین. یا خدا اینجا کجاست؟ ای بچه ها اینجا که اصلا هیچی نیست. اینجا کلا یه صندوقی که داخلش سوپه و اینجا چیه سروش؟ نمیدونم واقعا. فهمیدی؟ منم بگو. من فقط استخون دارم پیدا میکنم. خونه شرک. ای بچه واقعا خونه شرکه. وای بیا همینجا. اینا هناکو خونه شرک. میگه وقتی که بازی رو تموم کردیم میریم داخلش. نه کنی. خب بچه بیا بریم سریعتر تموم کنیم. شما غلط میکنی. بچه کلید نجاستی؟ نه بچه نکن قصدش واقعا خوشگل از این. آره همینه. تا برش دار. چیزا رو برداشت. آره من هم چیزا توش برداشتم. بریم. بچه من دکمه رو بگیر دستت بذار اینجا. بزنش. فعلا باید بریم داخل فکر کنم. بچه ها بشینین را بریم. بشینین و بیاین پشت سر من و سبا بیاین. پشت سر من بیان. ای اوه چی؟ میگه نوشته هیچ صدایی در نیاد. بشین رانر بشین. داری میدوی مثل جت. بله هنوزم دارم میبینم یه چیزایی دیگه نمیبینم. واسی نگاه کن گفته صدا در نیارین. پس ما وای بچه بابا بریم بیرون.
بچه من تهوع گرفتم. وای خورد منو. سلام علیکم. کجایی؟ بچه صدا خر میاد. بچه من دوباره تهوع گرفتم. بچه الان زیپا برین کنار الان زیپامو صاف زیر پای من باز میشه. من مطمئنم الان زیر پای من باز میشه. یعنی قشنگ شانس ندارم مطمئنم. بچه کی تو چشم منه؟ برین کنار قام شده. چه کجایی واقعا؟ نمیدونم. من نگاه کن کجا؟ این دوتا بنده خدا. سروش حمله کنندگان که حمله میکنن. بگردیم دنبال دکمه. از این لا بعد بیاین. درا نیستن. در هیچ کدومشون باز نیستن. امتحانش کردم. سروش اینجا رو هیوله ها رو. ولکام بیاین. بچه‌ها یه دونه شمشیر نه کارمون نداره. نه آره. حمله کردن. طبقه چند؟ نرین طبقه پایین. بچه‌ها همینجا اول کارمون انجام بدیم. بچه‌ها طبقه پایین نرین. همینجا کارمون انجام بدیم. وای بابا ریدم تو خودم. این چیه اینجا؟ سروش تو صورتم می‌خواست نشسته منو داشت می‌کشت. با چاقو دستش بود. بچه‌ها این روستایی‌ها چیز میز معامله. بچه‌ها چیزو مورد داره. چند تا داری؟ من یه دونه. خب به در نمیخوره. بعد 9 تا باشه بتونی یه دونه زره آهنی بگیری. بچه بیاین بریم طبقه بالا اول. بچه طبقه بالا قفله. بچه بریم طبقه پایین. بریم طبقه پایین. آقا پایینه. همون دمه. نه این دم یکی از روستایی‌ها. اصلا این چی معامله میکنه؟ این مگردیم داخل صندوق رو. وای بچه هنوز وحشی نشده بمونم. اگه وحشی بچه یه چی؟ بچه من افتادم. من میچنم. خب بعدم پیدا میکنی. وای اوخ یه لحظه دیدمش. همونجا افتاد که نزدو بخورد. وای اومد رادمر خورده شد بالا این. اون خورده شد من نخوردم. من آقا وسیله دارم. بچه من این بالا رو پلا نشستم. نشستم به در نگاه میکنم. آره محمد. بیا اینجا بیا پایین. بیا اینجا منم پیشتم بیا طبقه پایین. بچه پایین ها طبقه من اول. بچه مراقب باشین. هر حیولایی ممکنه حمله کنه بهتون. بچه بگردین دنبال دکمه بزنید. توی یکی از این طبقه های دکمه هست حتما. بعد 6 تا دکمه بزنید. بچه دکمه پیدا کنید. هر چی دکمه دیدی رو به پایینشون کنین. بعد رو به پایین باشن دکمه. رو به پایین بزنید. وای اشکال نداره. تو همون طبقه ها و طبقه پایینیش بگرد. من که کلا راحتم. رفتم یه جایی که پیدا نمیکنه. فقط نمیدونم کجا رفتم. ما چیکار کنم؟ بچه ها من یه رای من 3 تا دکمه دیدم. خب بابا بیا طبقه پایینیم ما هممون. یه دونه پایین بیا میرسی. اینا من پیشتم باش سرتم. سبا میگم سبا. نه تو واسه دستم خوش میکنه باید حرکت کنه. این چه به دردی نخورن وسیله. من هیچ ندارم. آره آخر آره پیشتم. من دارم میبینمت. اینا پشتت. آره. سبا پشتتم. دکمه. اینو بگیر. برات لازم میشه. بچه گشنمه تو رو خدا. طبقه پایینه؟ وای اینجاست. بچه بریم طبقه بالا. بچه بیاین بریم توی منطقه امن. بیاین بریم طبقه بچه یه دکمه پیدا کردم. من نگاه سرو. من سپرم دارم. چی بود؟ ولش کن.
بچه بیاین بریم بیاین اینجا بیاین جای من بیاین جای من. آره خب کیا گشتشونه؟ من خیلی گشنم. خب خب باش همه دورشین رادمه فقط بیاد جلوی من. آقا من دست زما بده. کدوم اونا معجون نیستن تا ذکر من میدونم. بچه کسی گشنش هست کیک بخوره اینجا. من 3 تا تیکشو خوردم. فرقی نداره برای کی باشه به هر حال کمکمون نمیکنه فقط نصف مرحله رو میتونه باهمون بیاد. من اصلا خون دارم بهش بدم. اینا هاشش داخل اینه. من بهش تو خون دادم. آقا بابا اشکال نداره خب این فرق نداره بالی من قبلیش کاری هم نکردم. فرمان منه. سب من سوار شدم. اوه باشه میکنم. شاید کیه؟ منم. اون اون گوله پدر یه نفر. واسه این قلابه رو بگیر دستت هر جایی که این قلابه رو بگیری واسه سمت اون میره. اومد دستت. آخه من براش زیر گذاشتم نمیاد. خب به خاطر که یه دونه قلاب هویجی نیاز داری که خوش داره میگه. خب بعد ولش کن بیا نه خیر بزنیش میاد پارت میکنه یا زور نزن زدی که اونم بدبخت چیکار. بریم بچه ها بریم بچه ها بریم طبقه پایین دکمه پیدا کنیم. اینجا؟ طبقه پایین بود. تو طبقه بالایی. پیش منی تو الان. نه یکی پایین کرد. داره تو چشام نگاه میکنه. سگ بلم کن اینجا هم که رفتم اینجا جای امنه ها. وای بچه ها یکی مرد. بر رو پایین بزنی شا. وای اینجاست بابا منو ولم کن پاره شدم. من 3 تا جا رو پیدا کردم نمیدونم کجاست. بچه چی ساز. خب الان اول نون درست میکنیم. کیه؟ بیا. بچه بریم طبقه پایین پارشیم. بچه فعلا بعد همینجا باشیم بعد بگردیم دنبال راه ورودی. فردا ادامه‌شو میتونیم بازی کنیم. فعلا یکم شما میریم از مرحله بعدش فردا اگر بشه. بچه ها بریم بمیریم من رفتم مردم. هنوز نمردم فقط رفتم پایین. میری بزنیمش تو روش؟ بزنیمش خودمونو میزنه اول. طوری نیست با هم میزنیمش. این که اینجا بابا خب ما نمیتونیم ما باید بریم لابراتواری خیلی همه در وایساده. جونش پر میشه. من زدمش که سروش بریم میزار. نه ول کن.
وای بابا ولم کن. من میخوام اینو یکم بکشونمش عقب اگه بشه. بیا اینجا بیا اینجا. وای نه اینجا گو خورم. چی سما؟ شمشیر تنه. مگه چند تاست؟ یه دونه است به خدا. یه دونه است به پاستر من یه دونه دیگه بود. پاستر این دکتر. ای یه دکمه. این پشتش یکی بود جلوش هم یکی بود. چون که باید 6 تا باشه بعد پیداشون بکنی. 4 تا. من یه دکتر سمت سوار ری تو خونه. ما باید بریم پایین. بدبختی هیچ دیگه هم نداریم. هنوز باید بزنیم. نه این دکمه رو که میزنیم میبینیم کامل شده دکمه دیگه‌مون یا نه. الان نشده. راه بیرون باز شد. سبا بیا بریم بیا. راه بیرون نیست البته، این بیشتر راه رفتن به طرف دکمه بعدیه. نه دکمه بعدی. وای بچه‌ها از اینجا که خاک برتر میشیم. بدبخت شدیم چیز خاصی نشد. درد. من چیکار کنم؟ چش شدم ما یارو به دست نگه. در راه مردن خب من. بیا بیرون بعد بریم داخل اون گاراژی که این یارو داخلش هستن یه دکمه بزنیم ته گاراژ. همونجا بعد بیاد. هم پایین دیگه. بچه دکمه آخر زدم. اینو چرا اندازه کله من؟ نمیتونم چقدر لگه. وای بریم بیرون یه چیز پیدا کنیم. وای نوبت منه. شمشیر منم داره میشکنه آخرش دونه. من چیزمون دارم. شمشیر منم دونستم با دست نمیره تا فردا بزنیشم. فورتنايت إلى بابا جي إلى إكس بوكس سيريس إكس بابا جي إلى بلاي ستيشن 5. وای چی توی صندوق است؟ خیلی خوب بود واسه کرایدت. تلپورت کن. من اصلا نمیدونم کجا. بابا من خودم هم نمیدونم. فقط بیا طبقه پایین. من همینو میدونم. بابا این ماما چی میگی؟ مرغولیه. بچه بیا سکته کرد. چی شد؟ نه نمیخواد تو اینجاشو بریم. من خودم میخوام بشاشم. تو حلقت در اومد؟ جلو صورت بیمار اومد. وای من جلو صورت این در اومدم. خدا بیامرز. بچه نری طبقه پایین. الان میاد منو بخوره. اینا میکردیم بیشترش پیدا کردیم.
ولی برای پیدا کردن اون آخری این مثل این دربونا وایساده اینجا نمیذاره هیچ غلطی بخوری. بابا بلر کن. واقعا نمیدونم، فقط میخوام ببینم دارم چه غلطی میخورم. بچه ها بیاین طبقه. بابا این چجوری بچه یه راهی رو به پایین باز شد، اونجایی که دکمه بود طبقه پایینی. اون یارو هم وایساده داره نگهبانی میده نمیذاره هیچکی بره. آره راست میگی. تو اونو چیکار کنیم؟ من خورد. اینجا که نیستش خورد. دور از غم ها. بچه من الان میرم تو مرحله بعدی، همه با هم تلپورت میشیم، نگران نباشید. آره رفتیم مرحله بعد. بچه الان خفه میشیم، بودیم نفس بکشیم. بچه نفر یه دونه نقشه بردارین از توی این. من خفه میشم. این به درد من نمیخوره. یه دونه از تو صندوق بردار. یه راهی وای بپر پایین، بپر تو آب، بیا. طرف. سبا داری میای دنبالم؟ آره اینجا یه چاهی هست. بیا این طرف. سبا داری میای دنبال من فعلا. فکر کنم امیدوارم که نباشه. بریم بچه‌ها. بچه داخل این کابینت هایی که اینجا هستن بگردیم. جیمه نشون بید. ایول تومون پیدا کردم. چرا پیدا شد؟ چرا نمیاد بالا؟ نه نمیخواد، خودم بلدم. بچه من یه دکمه پیدا کردم. خودم رالو. سخت فکر کنم واقعی باشه. ولو ای. در یک باز شد، در ای باز شد. بچه ها بگردید ببینین جایی باز شده. سیب زمینی چیه؟ سیب زمینی گنده است، نمیتونی بخوریش، مریض میشه. این شانس مغزه یا این شانس؟ آقا در اصلا اینجا من یه جا بلدم. بچه بگردین ببینیم میتونین دری که باز شده باشه رو پیدا کنی. من نفسم تمام شد. همچنان یعنی همچنین. باشه کمک نکنید. من دارم خودم خفه مرگ میشم. چرا کمک کنید؟ بیا بکشیمت بالا، نفس مصنوعی بدیم بهت.